لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى. سلام علیکم دوستان، خوش آمدین به کانال شکرون تجه. رحمتی کلام دوستان برای دستگیریتون. ندارم از آن دوستانی که تا امروز با من هستند دستگیری میکنند. خواستم کمتر درباره خودم معلومات دهم. سوال ها بسیار است اما خواستم کمتر هم باشد برای دوستانی که بسیار سوال ها دادن برای همان ها جواب دهم. خواستم این سوال شما را جواب گردانم که من فرزند دارم یا نه من فرزند ندارم. دوستان، فرزند ندارم نه فرزند کردم از سبب هایی که پرابلم های زندگی سری و خوب نکردم به بنیسه. از این سبب دخترچه کردم. 7 ماه نشده تولد کردم. گذشت دخترچم دیر در بنیسه خواب رفتم تا اومدم خونه اوچه جونم در بنیسه خواب کرد. برایم همه کوشش کرد و چند خیلی کوشش های زیاد کرد برایم. 8 روز خودم خواب رفتم، 6 روز دخترچم، اما در نصیبم نبوده است. به دست گرفتم فرزند از دست دادم دخترچم رو. خدا کند که از این پس صاحب فرزند شوم و صاحب دوست رویه که شوم. در حق ما با دعا باشید. نگفته نماند، نام خودم شکرانه نیست، نام دخترچم از شکرانه. خواستم نام کانالم به نام دخترچم باشد. دیگر سوال هایتان را در یکم ویدیو دیگرم جواب میگردانم. سوالی از همه مهمش ما این بود به من که برای چی من میگم شوهر دارم اما با همراه شوهرم نیستم. جوابش را در یکم ویدیو دیگرم حتما با شما میگویم. رحمتی کلام دوستان، برای دستگیریتون تا آخری ویدیو با ما باشید. دستگیر رو فراموش نکنید. باقی در پناه خدا باشید تا ویدیو دیگر. خدا نگهبانتون باشد. درگاه خدا زار کنم تا کی، به درگاه خدا زار کنم تا کی، تا کی. زمهری تو دورم مانده تنها دلی من مگر که مجبورم. شکست آرزو و هوس به تو جانم در قفس. تو چرا ره نداری آخر بر دادم بیرس. تا کی هر شب زی غمت ناله کنم تا کی، دل را زی غمت پاره کنم تا کی، دل را زی غمت پاره کنم تا کی. مدارو قوتم نیست دیگر ای جان، به درگاه خدا زار کنم تا کی، به درگاه خدا زار